چند نفر از داخل بنای دادستانی دلیر امامعلی را همراه با وکیل دفاعش بیرون برده و داخل ماشین 36 انداختند. معلوم نیست که او را به کجا بردند، ولی ژورنالیست‌ها همه میدانند که این کار با سفارش امامعلی رحمان صورت گرفته است. یا گمان کرده از اونه که یکی را بردی زدی، دیگر را پشت پنجره محکم کردی، سوم را تهدید کردی که میپرانمش، چهارم را در یک تنجگوشه بردی پراندی، دیگران از فعالیت روزنامه‌نگارانشان رو میتابند. دلیر امامعلی میدونید برای چی جزا گرفت؟ شما هرگز دلیر نمیشوید، شما هرگز عبدالستار نمیشوید، شما هرگز هزاران هزار جوانمرد دیگری تاجیک نمیشوید که با سیمای خود برای حفظ حقوقهای خود مبارزه میبرند. شما همون لیسک هستید، شما همون معمور هستید که به خاطر 1000 و 2000 معاشی میگرفتهتون ایمان، وجدان و همه چیزی که برای یک انسان میتواند عزیز باشد فروخته اید. تهمت میکنید، تحقیر میکنید، کاریکاتور میکنید، حتی آماده هستید کسی را گلوگیر کنید، گلویش را خفه کرده بکشید. دلیر امامعلی میدونید برای چی جزا گرفت؟ حالا میگن که برای کدام نوارها اونو، نه، برای که دلیر امامعلی در یک آخران بیانیه‌اش گفت که به مردم مراجعت کرد که برای چی به بدخشان رفتن نمیتواند و درباره بدخشان برنامه نمیکند و آشکار گفت که میترسم، اجازت ندارم و در اینجا قانون نیست و این وظیفه ژورنالیستی من است که باید بروم این کار رو انجام دهم، ولی چون میترسم، چون اجازت ندارم، چون زندانی میشوم، زده میشوم، این کار رو نمیکنم. من فکر میکنم که مثلا همین اقرار و اعتراف جوانمردانه او باعث شد که او را لطوکوب کنند و بترسانند. البته در اینجا دیگر باز فایدار هم دیدن که هم قضیه عزت امان بود اینا. در مجموع این بنده خدا مورد ظلم و شکنجه قرار گرفت. وقتی که دلیر امامعلی به زبان خودش میگوید که مرا دعوت کردن زدند و او میگوید میداند که کی زده است، دعوت کرده معلوم، کسی که برده است معلوم، کسی که زده است معلوم. طبق قانون امروزه جمهوری تاجیکستان پیشتر در کودکس جنایی نبود این چیز، ولی الان در کودکس جنایی وارد کردن که پروکراتور ژنرالی بدون عریضه شکایتی جبر دیده تنها در اساس خبری که در رسانه‌ها در شبکه‌ها نشر می‌شود باید که پرونده جنایتی باز کند. یعنی بالفرض حالا دلیر امامعلی شکایت رسمی نکرده باشد، او در رسانه‌ها شکایت کرد، پروکرور ژنرالی دید، پروکرور ناحیه شاهمنصور دید، نمیدونم دیگر مقامات دیدن، اینا وظیفه‌دار هستند. امامعلی رحمان، یوسف رحمان، وزیر امنیت، وزیر داخله، وظیفه کنستیتوسیونیشان هست که الکی پرونده جنایتی باز میکردند و تا امروز افرادی که دلیر امامعلی را زدند باید که نام آنها را میگفتند. همین گونه که هموطنان ما همه دست دادن از این جنایتی که نسبت دلیر امامعلی صادر شد، محکوم کردن، او را حمایت کردن. امیدوارم که قدم به قدم انا همین گونه با صدای وجدان یک جایه از دیگر جنایت‌های حکومت هم دیگر جنایت‌ها را محکوم خواهند کرد و از مظلومین حمایت خواهند کرد.